سلام دوستان خوبید، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری 0 تا 100 هدشات بزنید. آموزش هدشات زنی بهتون یاد بدم. اول از همه میرید رو تنظیماتمون رو اینجوری میچینیم و همه شو اینطوری میکنیم. خوب نگاه کنید و بعد بریم واسه تست کردن سنسمون. یادتون نره سنس آخر گذاشتم، الان تست میکنم ببینم هت میخوره یا نه و بعد بهتون سنس رو نشون بدم. وایسید تا آخر نگاه کنید تا سنس رو بهتون نشون بدم. اینطوری میرید فقط نگاه کنید ببینم تیر رو چجوری میکشم بالا. تو هم اینطوری بکشید بالا. اگه اینطوری نکشید بالا هت نمیخوره. اینو از اول بهتون بگم. فقط نگاه کنید ببینم من چجوری تفنگ میکشم بالا. شما هم همونطور بکشید بالا. فقط میشه شما بهتون گفتم باید اون تا اندازه 47 بمونه و این همه تو ببینید. میبینید دیگه خدای سنس عجیبیه، خیلی سنس خوبی. تا حالا من سنس اینطوری ندیده بودم و همچنین که میبینید دیگه خودتون بهترین سنس. اگه میخواید سنس اگه باستون کار نکرد میتونید یکم بالا پایین کنید تا باستون هم راحت سنس بخوره، هد بخوره و همینطوری دیگه. سنس رو الان باستون جریان میزنم. اینجا رو فقط خوب دقت کنید که ببینید من تیر رو چجوری بالا میکشم. شما هم همینطوری بالا میکشید. اگه همینطوری بالا نکشید هد نمیخوره. داداشای گل بهتون بگیم اگه میتونید خودتون سنس واسه گوشیتون بچینید و هر سنسی واسه یه گوشی مخصوص چیده میشه. اگه بلد نیستید سنس بچینید تو کامنت ها بگید که من واسه تون آموزش سنس چینی رو بهتون یاد بدم. و همینطوری که میبینید این سنس خیلی خوبه واسه همه گوشی ها کار میکنه. گوشی های سامسونگ، شیائومی راحت کار میکنه و اینم از سنس ما. اگه میخواهید سنس واسه آموزش سنس بهتون یاد بدم بگید. اگه میخواهید آموزش سنس بهتون یاد بدم تو کامنت ها بگید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، یادتون نره. ممنون میشم که سابسکرایب کامنت کنید. ممنون، دمتون گرم.